وقتی که واسه خودت میکنی دو تا 4 تا حساب کتاب بهت میگه حالا بدو با 4 پا. میفهمی با چند تا ضرب و تقسیم باید جلو پول فرود بیاری سر به تعظیم. تو دیگه نمیشه بذاری رو این جمله سرپوش، انگار پولو بستن به دم خرگوش. صبح زوده و دیروز که جمعه بوده بلند شدی زجاب و کلی حرف مونده توده. چشم نیمه بازت تو میگه دیگه حاضر شو که دیره رسید سپیده دیگه آزم شو. خب میدونی طول و عرضه زندگی یه چیزه که اونم پول و عرضه. حرف تلخیه ولی بدون به مولا راست میگه. ببین آدم ها جلوی کیا دلا راست میشن چون که اون رئیس اوتو کارمندی. مثل یه ماشینی که تو واسش باربندی. ممکنه که دیگه حرف دلت خونده نشه تو دوره ای که کسی نمیده خون بپشه. باید سعی کنی که با یک نبوغ قشنگ حق تو یه جور بگیری از حقوق بشر. شهری که مغزمونو فراری داد، شهری که غرق دود و مواده، شهری که هر کی نفت داره یه قدم به رأس نردبونه براش. شهری که وقتمونو نداشت، شهری که سقفمونو نذاشت، شهری که بذرمونو نکاشت. درد از شهری که حقمونو نداشت. گیجی تو به یک نقطه خیره میشی تو فکر این که آیا سر کارو میشه پیچید. نه نباید بدی تو روزو از دست. میدونم که کار سخته وقتی روح خسته است، ولی خب تو این وضع کیش میشی و تو این شطرنج اگه نجوم کیش میشی. خب هر کی مای داره باشه خب تو کیش میشی. چرا همش فقط من تو دم کیش میشیم؟ ضعیف و پوچی ولی ضریب هوشی. میگه کمی بپوشی دیگه دمید خورشید میره. همین که جوشید شیره کمی بنوشی دیگه سری بپوشی دیره. همین به گوشی اینه خیابون خشم پر از دود و شلوغ و تنگ. نگاه های بد به هم که یعنی شروع جنگ. چند نفر میان میگن که آقا باشه ول کن، اگه نه که با صورت میری تو باج تلفن. کلی بعد و بیرا وارد شد با اعصاب خورد سر کارت وارد شو. اسکاره و اسمش که جست داره، فقط فکرت اینه نشی زیر قسط پاره. کدوم کار کدوم مشتری تو سرخوش به هیچ جز این که نخ لباست تو دور انگوش بپیچی. اونی هم که میاد تو میبینی با چشم خیره که داوود یه خواسته ازت آدرس بگیره. شهری که مغزمونو فراری داد، شهری که غرق دود و مواده، شهری که هر کی نفت داره یه قدم به رأس نردبونه براش. شهری که وقتمونو نداشت، شهری که سقفمونو نذاشت، شهری که بذرمونو نکاشت. درد از شهری که حقمونو نداشت. کار تعطیل خسته بار و بندیل بسته، انگار که توی دل کوی قار کندی. کسر وقت نمیده به توی استراحت، زندگی واسط شده یه دوی استقامت. خیلی دوست داری تو خونتون یه دربست بگیری، گله برسی خونه بخوابی در اصل بمیری. شرایطش نیست پس واسه چی واسادی؟ خطی ها رو بغل کن آزادی. تو راه خونه با فکر مشغول و هزار استرس که نکنه فردا گام تشغولو بزاد. و وقت رد و برق قلبه و جزر و مد منه و وضع من چه بعده چون که قبض برق اومده. باید قبض پول تو با کش ببندی، باهاش خدافزی کنی و بهش بخندی که این تنها راه خنده توی قشر غمگین. و البته که یه دیوونه ای تو چشم هر کی.